اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه. به نام الله بخشنده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز برنامه آستانه، امروز به نزد شما به موضوع آمدیم که در هر یک عائله یکی از موضوعهای مهم و در عین زمان یکی از مشکل‌هایی که خیلی ها نمی‌توانند حل کنند، آن هم وظیفه مرد در برابر مادر و همسر می باشد. آره، وظیفه هر یک مرد در برابر مادر را همه می دانند، اما بعد از این که خود پسر زن گرفت و یا خانه دار شد و مادر در کنج خانه ماند و یا اینکه مادر از آن که پیشتر بود اهمیت زیادتر می خواهد، یک باره به خود مادر و به خود فرزند و عین زمان به عروسکی که به خانه آمد یک تغییراتی مهم یا جدی در زندگی رخ می دهد. برای آنکه اکثریت این مشکلی را حل کرده نمی توانند و گاهی می شود که یک نفر مادر خود را به کنار می گذارد و تمام زندگی خود را به همسرش می بخشد و گاهی هم برعکس، یک نفر مادر می گوید و تمام حقوقهای همسر خود را زیر پا می کند. برای همین بیایید ببینیم که در شریعت وظیفه مرد در برابر مادرش و همسرش در چه است و در عرف تاجیکستان چگونه است و این چنین در بین اخلاق مردمی عام در دنیا تا چه اندازه این مشکلی و یکی از مشکلی هایی که به پاش خوردن عائله ها عاق مادر شدن، طلاق خوردن زن و عموما جدایی برده است، از اول ببینیم و شناس شویم. چگونه که گفتیم، هر حق حقوقی که ما داریم، بالای همسر خود، زن بالای شوهر خود، بالای پدر و مادر خود، بالای فرزندان خود، بالای حتی خویش و تبار، اینها را همه اش را الله خودش در شریعت بیان کرده است. و اینجا بیایید شروع میکنیم از اینکه هر یک مرد بعد از اینکه خانه دار می شود، بالای همسر خود، بالای زنی که گرفت و این چونین مادری که او را تولد کرده بود چه است و شوهر در این وقت چگونه باید معامله کند وقتی که حقوقها با هم ازدحام می شوند. پیش از همه عزیزان، 100% بدون یگان شک و شبهه این را باید بدانیم که حق مادر را خود الله بیان کرده است و هر یک عروس و یا هر یک نفر دیگر هرچی بگوید هم بالاترین حق پس از حق پروردگار بالای هر یک مرد این مادرش می باشد و البته بعد از آن پدرش و سپس همسر و فرزندان. اما برعکس، بالای هر یک زن حق شوهرش هست و پدر و مادر که در بعضی از احوال گاهی می شود که حق خود پدر و مادر حتی از شوهر بالاتر شود و یا حق شوهر بالای حق پدر و مادر را گیرد که در این باره انشاءالله در یکی از موضوعهای دیگر صحبت میکنیم. پس گفتیم هر یک عروسی که به خانه شوهر می رود و یا هر یک زنی که الکی همسر هست باید این را بداند که هر چی کند هم او برابر مادر شده نمی تواند. آیا مادری که یک کودک خود را 9 ماه در بطنش گرفت، او را بزرگ کرد تا این درجه یک مرد کرد و کل جوانیش را به فرزندش بخشید، نخورد و ننوشید و نخوابید و فرزند را بزرگ کرد، یک بار پس از عروس آمدن باید کل حقش را به عروس می دهد؟ نه، البته که حق مادر همیشه تا روز قیامت، حتی اینکه پس از مرگ مادر هم با دعای فرزندان باید
حق مادر در جایش باشد. برای همین در یک آیت نه زیاده از 16 آیت محض درباره حقوق مادران آمده است. اما این را هم بدانیم که وقتی میگوییم حقوق مادر، حقوق زن هم در اینجا هست. زنی که از خانه پدر و مادر پس از آن که 18 ساله شد یا از 17 بالا شد به خانه شما آمد، کلی عائله‌اش را ترک کرد، با بسم الله و به نکاح شرعی او را به ازدواج خود گرفتید و همان روزی که به خانه شما آمد الکی مثل خادم تمام کارهای شما را میکند، فرزند شما را به دنیا می آورد، درد و علم شما را همراه شما می کشد و حق حقوق او را هم خود شریعت بیان کرده است. پس برابر آن که همیشه صدا زنیم که بدانید که حق مادر هست، حتما صدا هم براریم که اینجا حق همسر هم هست. دخترک که به خانه شما همسر شما آمد و دیگر در تمام عمر حاضر است، در بیماری و در سختی و در ثروتمندی و کمبغلی و قرضداری در همه اش در نزد شما باشد. برای همین انسان هایی که بعد از ازدواج نه مادرم میگویند و تماما حقوق زن را یکسو میگذارند، اینها هم ادای وظیفه کرده نایستادند و نفرانی که نه الکی من همسردار شدم دیگر من باید فقط به همسرم اهمیت دهم یا اکثری خودی انتباه هم را به همسرم میکنم میگویند و مادر را یکسو میگذارند، اینها نیز وظیفه خود را یا واجبات خود را درست انجام نداده استادند. برای همین اکثریت مشکلی هایی که می شود و در بسیار حالت خوشدامن یا عروس خوشدامن را گناهگار میکند. اینجا ببخشید خیلی جدی مسئله در سر مرد است. مردی که درست وظیفه خود را انجام کرده نمیتواند، یا بالای مادر خود ظالم شد و حق او را به جا نآورد، یا بالای همسر خود ظالم شد و حق او را به جا نآورد. برای همین برادرانی که میگویند نه کار زنها هست، من اصلا مرد هستم، اینجا همسری من باید با مادرم یک زبان یکتا کنند، من در اینجا دخالتم نیست، نه عزیزان، از مسئولیت نباید گریزیم. بیایید ببینید که شما چیکار کرده ایستاده اید و چیکار باید بکنید که نه اینکه مادرتان از شما برنجد و مبادا نعوذ بالله شما عاق مادر نشوید، نه اینکه شما در بالای همسر خود وظیفه خود را، مسئولیت خود را انجام داده نتوانسته ایستاده باشید و در این باره شما گناهگار شوید. برای همین هر مردی که میگوید نه من الکی در دور هستم، در مسافرت هستم، من اصلا زبان زنها رو نمیفهمم، اینها یا بعضیا فقط همسر خود را گناهگار میکنند، بعضیا فقط مادر خود را گناهگار میکنند، یعنی با دو چشم عدل برابری با حکمتی را اکثریت نمیبینند. برای همین گاهی میشود که چگونه که گفتیم حتما باید اینجا مرد ببیند که کی ظالم است کی مظلوم است. شاید که خودش ظالم است، شاید که خودش حقوق یکی از اینها را که هر دو بالای خود حقوق دارند و البته که حق مادر بالاتر است رعایت نکرده ایستاده است. و اینجا گفتیم دو نفر، یکی مادر که الله میگوید و وصینا الانسان بوالدیه حملته امه وهنا علی وهن و فصاله فی عامین، یکی دیگر همسر که دربارش الله میگوید و عاشروهن بالمعروف. درباره مادر چگونه که گفتیم هم در سوره لقمان هم در سوره های دیگر بارها الله تاکید میکند و در خود همین آیت میگوید من شمایان را امر میکنم که به پدر و مادر خود نیکی کنید، علل خصوص مادر که حملته امه وهنا علی وهن، درد به درد، عذاب به عذاب، حامله‌داری، تولد، شیردهی، بیخوابی فرزند شما را به دنیا آورد و تا 2 سالگی شیر داد و عذابش را کشید. انشکر لی ولی والدیک، به من شکر گزاری کن، خالق تو هستم و به پدر و مادرت، الی المصیر، شمایان به سوی من برمیگردید. و اینجا ببینید که در اینجا الله میگوید در دوام آیت و صاحبهما فی الدنیا معروفا،
در دنیا با مادر خود مناسبت نیک داشته باش. البته که مادر و پدر و موافق حدیث مادر درجه اش و در عزت و در احترام از پدر تا 2 درجه بالاتر میستد. اینجا را ببینید که فی دنیا یعنی در کل دنیا، نگو که من همسردار شدم، نگو که مادر من نفقه دارد، مادر من خودش یک تجارت دارد، مادر من غیر از من دیگر پسرها دارد. نه، در دنیا هر چی که هست، هر کی که هست، در کدام شرایط که او هست تو هستی، باید با آنها مناسبت خوب داشته باشی. و وقتی میگویم صاحب هم فی دنیا معروفا، اینجا معروف فقط رفته مادر جان خوب هستید، درست هستید، 1 کیلوگرم گوشت دادن، نه. البته که در آنجا همراهش نشستن، صحبت کردن، جایش شود به خانه آوردن، به خانه اش رفتن، چگونه که خیلی زیاد فکر میکنی که چگونه باید وقتی خود رو خوب گذرانم یا چگونه باید از یگانجا درآمد کنم. با مادر خود هم چگونه به مادرم از کدام طرف یا مالی یا اینکه معنوی خرسندی را به قلبش درآرم. و وقتی میبینیم سبحان الله تا 16 آیت زیادتر همیشه به پدر و مادر خود نیکی کن نیکی کن هست، اما درباره اینکه به فرزندت نیکی کن در قرآن نیست. برای آنکه طبیعت پدر و مادر عزیزان این است که آنها همیشه برای فرزند نیکی میخواهند، دعایشان در بالای فرزند است، تمام عمر میخواهند از یک راه به آنها کمک کنند. گاهی میشود در شدت، در غضب، دعای بد، یا بعضی ها ببخشید شاید یکم بیماری روحی دارند که با فرزند خود همچون دشمن مناسبت میکنند، اما در عموم قلب پدر و مادر در آن است که همیشه بالای فرزند خود آنها مهربان هستند و همیشه در کمک آنها تا فروختن قدردارترین چیزهای خود میتوانند کمک کنند. ولی چون ما در اکثریت احوال بعد از بزرگ شدن، بعد از خانه‌دار و فرزنددار شدن، دیگر اکثری وقت پدر و مادر خود را فراموش نکنیم، هم کمی بی اهمیتی میکنیم. بارها پروردگار به ما یادآور میکند که همان پدر و مادرت را به خاطر بیاور. اما اینجا گفتیم هر یک شوهر یا هر یک پسر نباید حق پدر و مادر رو، علل خصوص مادر رو فراموش کند. و اینجا وقتی میگویم در رفت و آمد، البته در دادن پول یا کمک های مالی، در مناسبت ها و این چونین در تمامی هر یک چیزی که مادر از او میخواهد، بجز گناه که مادر اگر به یگان چیزی گناه امر کند که کمی بعد در این باره صحبت میکنیم، هرگز نباید یگان مخلوقی را در گناه کردن اطاعت کنیم. اما برمیگردیم به همسر. اینجا یک مشکلی خیلی جدی در بین مردم در آن است که بعضی ها گمان میکنند زن همیشه باید اطاعت شوهرش را در همه چیز 100% انجام دهد، اما شوهر هر وقتی که میخواهد یا زن را از خانه بیرون کند یا اینکه در درآمد یا در پول و مال چیزهای دیگر زن را شریک نکند. اما اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث مشهور خود، آن هم در حجة الوداع، یعنی در آخرین خطبه خیلی بزرگ خود میگویند اتقوا الله فی النساء فانکم اخذتموهن بامانة الله. شمایان الله را بترسید در ظلم کردن به زنها، برای آنکه شمایان زنهایتان را در امانت گرفتید. آنها امانت الله در دست شما هستند. به امانت یک انسان عادی خیانت کردن گناه کبیر است، کجا رسد به امانت پروردگار که زنها در دست شما امانت الله می باشند و شمایان آنها را با کلمات الله، با نکاح مسلمانی و بسم الله برای خود حلال کردید، وگرنه آنها برای شما نامحرم بودند. و در دوامش میگویند اگر مبادای شمایان را اطاعت نکردن، در اینجا شما میتوانید آنها را تنبیه دهید. آن هم نه آن به زدنی که یعنی مجروح شوند، البته با آنی که فقط بترسند و دیگر گناه نکنند. و لهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف. و شمایان حتما باید آنها را بپوشانید و بخورانید، ولیکن به شرایط خود نگاه کرده. پس برابر این که میگویم حق مادر است، حق مادر است، بعضی از مادرها ببخشید میگویند نه، همسر تو پدر و مادر خیلی
ثروتمند دارد، تو میتوانی پولهای خودت را به پدر خودت دهی یا اینکه به برادرت یا به خواهرت دهی. همسرت را بمان از خانه پدر و مادرش برای خود لباس خرد، همسرت را بمان برود برادرانش به او چیزهای ضروریش را خرد. نه، اینجا حتما باید هر نفری ما بدانیم که خوردن و پوشیدن و تمام شرایط را مهیا کردن بعد از نکاح همش بالای شوهر است. کسی حق ندارد بگوید که این حقوق را برا پدر و مادرت کند. خواه مادر باشد خواه پدر باشد حق ندارند به پسر خود امر کنند که نه، این حق و حقوقی که زنی تو دارد نباید انجام دهی وگرنه تو را عاق میکنم و یا اینکه وگرنه من با تو قهری میشوم. و حتی نفرانی هم هستند که میگویند او یعنی تمام سخنهای همسرش رو میگیرد و به من گوش نمیدهد. پس پس بیاید ببینیم که اینجا وظیفه مرد بالای همسرش جدا است تماما و وظیفه مرد بالای مادرش تماما جدا است و اینها رو به هم مقایسه کردن هم نمی شود، برای اینکه مادر تماما جایگاهش دیگر است، همسر تماما جایگاهش دیگر است و این چنین به سبب یک بالای دیگر ظلم کردن جایز نیست. و یا اینکه در ما خیلی که گفتیم ظلم زیادتر بالای عروس می شود، یا اینکه بی‌پروایی از حد زیاد بالای مادر می شود که در این حالت با جای این که مادر فکر کند که چرا پسری من به اهمیت است، اینجا میگوید همین عروسش، همین زنش او را از راه برآورد. در حالی که ببخشید مادر عزیز، عقل فرزند شما در کجا است؟ یعنی مرد تا چه اندازه جرأت یا شهامت مردی دارد که عقل او را تماما زن میتوانسته است نابود کند و طرف خود کشاند. یا بعضی از عروس ها میگویند شوهر من با خدا خیلی انسانی خوب است، همین مادرش هست که همیشه بین من و او جنگ و جنجالی می اندازد. پس شوهر شما عقلش در کجا است؟ انسانی که الکی خانه‌دار است مگر او جدا کرده نمیتواند که نه، من الکی بزرگ هستم، اینجا خطای مادرم است یا خطای همسرم است. برای همین وقت میبینید که شوهر با شما مشکلی زیاد دارد، اول شده نباید خوشدامن رو اینجا گناهگار کنید، شاید مشکلی در خود شوهر است. و مادران عزیزی که مشکلی رو در عروس میبینن میگوین عروس آمد و پسر من یک بار دیگر شد، شاید اینجا عروس نه، مشکلی در خود فرزند شما است. و چه خیلی که میدانیم الله برای ما عقل داده است تا اینکه چیزهایی که عموما ما درک کرده میتوانیم خودمون درک کنیم، بین چی خطا است و چی صحیح است از هم جدا کنیم. برای همین اینجا میگویم وقتی که مادر امر میکند که تو با همسرت مثلا مناسبتی خیلی خوب نداشته باشه، یعنی بعضی ها میگن حتی به چهره همسرت خنده نکن، از خودش میرود. بعضی ها میگن نه، به دست همسرت تماما پول نده، زن اگر پول رو دید تماما دیگر خودش رو گم میکند. بعضی ها میگن بگذار هر چی که تو داری از اون همسرت کلا بخبر باشد و فقط تین به تین، یعنی تا اندازه‌ای که نمورد و بخورد به او کمک کن. اینها همه‌اش دعوت به گناه است که در حدیث بخاری آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند لا طاعة فی معصیة انما الطاعة فی المعروف. هرگز در معصیت کردن به هر کسی که هم باشد، شوهر باشد، پدر و مادر باشد، نفر دیگر باشد، اطاعت نکنید. همیشه شما اطاعت کنید در مسئله هایی که در آنجا معروف است، در آنجا نیکی هست. و در بالای شریعت که حکم شریعت این است که به عروست یا به همسرت تو باید شرایطش رو کلا مهیا کنی و این چنین و عاشروهن بالمعروف، با مناسبت انسانانه، مهربانی، با رحمدلی با او مناسبت کنی و این چنین ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، چگونه که همسرت به تو نیکی میکند، تو رو مثلا اطاعت میکند، تو هم باید در بعض مسئله هایی که در آنجا گناه نیست با خود همسرت مصلحت کنی، به اون نیکی کنی. اینها همش امرهای الله هست که یگان مادر، یگان پدر حق ندارد بگوید که همین کارها رو با زنت نکن وگرنه تو عاق هستی و یا اینکه وگرنه من راضی نیستم، که البته که اینها همش دعوت به گناه است، دعوت به معصیت است. و اینجا گفتیم متاسفانه چنین انسان ها هستند، مادرهای هستند که به یگان ترس
امر میکنند به گناه کردن، اون هم ظلم کردن بالای عروس. مشکلیشون بالای عروس است، لیکن اون عروس همسری همین پسرشون است، چگونه که خودشون همسری شوهرشون هستند و روز عروس بودند. برعکس این عروسک های هستند، ببخشید الکی نگویم عروس، خانم هایی که پس از یک چند سال زندگی و پس از یک خدمت به خشتومند و خسور کردن که در جای ما الکی خدمت کردن رو همچون فرض به عرف و شریعت داخل کردند، بعد از اینکه به خانه عروسی میدایکی می آید یا اینکه خانه ای آنها جدا می شوند، می گویند ما خیلی سالها خدمت کردیم، دیگر از پای خودتان شوید. مردک جان دیگر باید پسرهای خردی به پدر و مادرتان کمک کند، شما دیگر زندگی خودتان به نگاه کنید، از پای خودتان شوید. عزیزان، پدر و مادر چگونه که گفتیم تا آخر عمر پس از وفاتشان هم حق و حقوقشان بالای فرزند است. این نیست که من خانه ام جدا شد، دیگر برادر خردی هم زن گرفت، تمام مسئولیت مادر رو من به او میدهم، تمام مسئولیت پدر رو به او میدهم، حتی در آمدن نشسته یک پیاله چای خوردن، حتی یک هدیه خریدن، حتی احوال پرسی کردن که مادر جان به یگان چیز نیاز دارید، من دیگر به این وقت ندارم. الکی عروسی دیگر آمد، برادر خردی هم هست، او دیگر باید به مادرم نگاه کند، الکی ما به او دیگر خدمت رو سپاریدیم. هر زنی که چنین مصلحت به شوهرش میدهد، پیش از همه امر کرده ایستاده است شوهر را به گناه کردن، قطع رابطه کردن با مادر. چیزی دیگر این است که نباید مردها در این حالت سخن زن را گوش کنند، باید عقلشان را به جا آورند و آیت پروردگار را به خاطر آورند که آن همان مادری است که 9 ماه تو را در شکمش داشت، همان نفری است که تو را تا مردی رسانید، همان نفری که چشم انتظار تو است. اگرچه پولی تو به او لازم نیست، فقط میخواهد آوازت را شنود، همراهت صحبت کند، مهربانی تو را میخواهد. یعنی نباید الکی من دیگر عروس‌های خردی هست گویان کلا مادر رو به برادر خردی کلی مسئولیتش رو بدهیم. برای همین اینجا از مشکلی های، اگرچه صدها بار میگویند که نه مشکلی در عروس است یا مشکلی در مادر است، عزیزان بیاید گشته و برگشته فکر کنیم که اگر در همین جا مرد، یعنی هر یک پسر، حق مادر را جدا انجام دهد، حق زن را جدا انجام دهد، از اولین روز زندگی به همسرش نشسته بگوید که همسرم حق تو بالای من، از خورانیدن و پوشانیدن و معامله نیک کردن این حق است که الله داده است، اما بالای من حق مادرم هم هست، هرگز بین من و مادرم دخالت نکن، نگذار که به خاطر تو مادرم رو بیازارم. یا اینکه بعضی از مشکلی ها در مادرم، یعنی هر یک نفر پدر و مادر خود را میشناسد، بعضی از مشکلی ها در مادر من هست، همین خیل تب یا خاراکتر دارن، به اینها اهمیت نده یا در وقت همین کارهایشون همین کارها رو نکن. الکی هر زنی که عاقل هست این رو میفهمد و میگوید برای زندگیم مستحکم شدن من باید همین گفته های شوهرم رو انجام دهم. و البته که این گونه مردهایی که با حکمت هستن و چگونه که میدونیم و من اوتی الحکمت، هر کسی که به او حکمت داده شده باشد الکی برای او تمام خیرات داده شده است. هر مردی که در اینجا مثلا با مادرش صحبت میکند، اگر مادر نفری است که قبول ندارد، به یگان نفر میگوید که به مادرم نصیحت کنید، نگذارن که من به همسرم مثلا ظلم کنم، نگویند که مثلا همسرت این است و آن است، نگویند به مادرم فهمونید که زندگی من مثلا مادرم رو خیلی دوست میدارم اما زندگی من جدا است، یعنی من باید با همسرم هم یک معامله داشته باشم. البته با یک چند راه میتواند بین دو طرف، یعنی یک مناسبت فرزندانه که حق فرزندیش هست و مناسبت همسرانه که همچون شوهر است انجام دهد. لیکن چه خیلی که گفتم مردهای هستن که میگن نه من رابطه ندارم، خودشون هرچی میکنن بکنن، آنها هیچی نمیکنن، میرود بین شما جدایی میافتد، یا اینکه شما مادر خود را بد میبینید یا همسر خود را طلاق میدید. حداقل چنان میشود که مادر همیشه میگوید او همسرش را گفتو مرا دیگر پرتو، و یا اینکه همسر میگوید مادرم گفتو به من ظلم کرد. برای همین حتما باید توازن را و مناسبت را بین اینها جدا کنیم. و البته که اینجا مشکلی خیلی زیادی دیگر هم هست که بین خشتومند و عروس،
عروس‌هایی که به خانه خوشتومند در آمده الکی میخواهند رئیس خانه شوند، یا خوشتومندهایی که بعد از عروس آمدن یک باره به رئیس تبدیل می‌یابند و میگویند دیگر حکم از آن من است. در این باره این تماما دیگر موضوع است که هر دو اینها چگونه یا ما چگونه با هم زبان یکتا کنیم یک مسئله موضوع دیگر است. اما موضوع ما این است که وظیفه مرد در برابر مادرش چی است و در برابر همسرش چی است و نگذارید که شما بگویید که نه مادرم گفته مادر همیشه واجب است، یا اینکه اگر مبادای اگر من عاق شدم دیگر هرگز کارم برار نمیگیرد، برای همین هرچی که مادرم گفت اون رو میکنم، من به دست زنم هرگز پول نمیدهم، من مثلا به همسرم هرگز لباس موافق شرایطی که خودم دارم خریده نمیدهم، یا اینکه من تا آخر عمر همراهی برادرم در یک خانه زندگی میکنم، این گفته مادرم هست. اینجا نمی شود که ما گوییم اینها همش گناه است، یعنی نباید در اینجا اطاعت مادر شود، یا برعکس این هم نه همسر من مبادا از خانه می رود با من قهری می شود، یک چند روز گپ نمی زند، برای همین من نباید از درآمدهای خودم به مادرم دهم، نباید به مادرم هدیه خرم، برعکس هدیه ها باید همش از آن همسرم باشد، برای اینکه مادرم در بالای خود پدرم را دارد یا برادران دیگر را دارد. حتما اینجا ببینید که اینها دو نفر جداگانه هستند و نباید یگان نفر اول شده مادر و همسر رو مقارنه کند که گویا که در یک مستوا هستند یا در یک درجه هستند. مادر همیشه در بالا است، حقوق مادر را الله بیان کرده است، اون هم یک بار نه یک چند بار، و جنتی هر یک مرد در زیر پای مادرش بودن. در این باره یک چند حدیث هم هست، اگرچه بعضی حدیث ها رو ضعیف میگن، اما رابطه به رابطه حدیث یک دیگریش را قوی میکند. اما البته که برابر این مرد ظالم، اونی که بالای همسرش ظالم است، اونی که مادرم میگوید و در حیاتش به همسرش چیزی خریده، یعنی از اون چیزی که باید به خواهر و به مادرش در عید و در دیگر روزها میخرد به همسرش خریده نمیدهد، اون پولی که به برادران خود انفاق میدهد میکند هرگز به دست همسرش نمیدهد. البته که اینجا هم ظالم استید و اینجا رو هم بدونید که در اینجا حقوق این زن پایمال شده ایستاده است و این نفر برابر اینکه همسر شماست حقوق مالی خود را دارد، حقوق معنوی مهربانی خود را دارد و این رو شما میتوانید در تنهایی یا اینکه پنهانی از مادر تمامش رو انجام دهید. بعضیا گمان میکنن که میگن نه اگر مادرم فهمید چنین میشود چنان میشود. البته که میشود که پنهانی کرد، یعنی بعضی از دوستان رو میشناسیم که تا چند سال همیشه کمک شوهرشون یا دادن پول شوهرشون به دست آنها پنهانی از دیگران بود، برای اون که مادر تا درجه یعنی ببخشید خاراکتر داشتن که نمیخواستند دیگر پسر به دست عروسش پول دهد. یا اینکه بعضی برادرای هستن که میدونن که در سیمای زنشان یا همسرشان یک زنی بخیل است و جنگجوی هست، هر هدیه قیمت بهایی که به خواهر خود یا مادر خود میدهند پنهانی از همسر خود میدهند و اون را هم میگویند نفهمد بهترش جنگ و جنگجویی زیادی نشود. یعنی اگر از روی حکمت کار انجام شد و اگر وظیفه ها در جایش شد و مایان حقوق مالی کسی رو فراموش نکردیم، حقوق معنوی کسی رو فراموش نکردیم، این گفته آن رو از دست ندادیم، اون گفته این رو ناحرمتی نکردیم، میبینید که اکثریت مشکلی ها حل می شود. اکثریت مشکلی ها حل می شود و چگونه که گفتیم اینجا مشکلی ما در آن است که خیلی از مسئولیت با یک عباره زیبا مرد به کارهای زن خود نباید داخل شود گریخته می رویم و می بینیم که این مرد سبب شد که دیگر مادر و عروس با هم همچون تومیجری گربه و موش شدند و همدیگری رو یافته و خوردن جاش نمیدونند، یا اینکه تا اندازه شد که مادر هرگز به خانه پسر نمی رود و یا اینکه عروس هرگز به نزد خوشتامن نمی آید. عروس که یک طرف است، لیکن نبیره هایم در آینده دشمن مادر بزرگ خود بزرگ می شوند. برای همین چی در یک خانه باشد چی در خانه های جدایی باشد حتما باید وظیفهش را هر یک مرد بداند. اما درباره اخلاق مادران که یک چند اخلاق داره مایان
و این چونین درباره اخلاق عروسان که یکچند درجه های عجیب و غریب عروسان هست در زمان حاضره و متاسفانه پس از دور شدن ما از اخلاق دینی و حتی ملی گویم، در این باره انشاءالله یک موضوع دیگر که عروس ها چند طایفه هستند و چند انواع هستند، خشتامن ها چند قسم هستند و با آنها چگونه باید مراسم کرد با هم صحبت میکنیم. و الان میبینیم که در سوال ها چی هست و انشاءالله در رفت سوال ها اگر وقت رسید باز کمی دیگر موضوع را دوام میدهیم. اینجا سوال اول، پیرزن همسایه می گفت که یافتگی های بچه هم برای بچه های خودش حساب ندارد. مبادای به من یگان بریده نان داد، در حال کلین خانه حساب کتاب می کند. روزی دراز فرزندان یعنی نبیره ها چور چور می کنند، به گوش کلین می فورد. حتی به خدا شکر می کند که فرزند داده است. اما مبادایی که صدای گوش خراش از جانب من سرزند، کلین هر چیز زودتر مردنم را آرزو میکند. پسر باشد این همه را میبیند، چیزی گفته نمیتواند. دنیا همین بوده است، پیر که شدی قدرت نمیمونده است، حتی در نزد پسری کلان کرده خودت. البته که هر کسی که این سوال را داده است یا همین قصه را گفته است، اگر ببینید شاید شما میگوید اولین گناهگار اینجا کلین است، من میگویم اولین گناهگار اینجا پسر است و خواهش میکنم نگوید که شما فقط مردها رو متهم میکنید. اینجا عدل و عادلانه. عقل خود پسر در کجا هست که در اینجا برای مادر یک شرایط مهیا کند، یا اینکه اگر اینجا نشد و عروس تا این درجه ببخشید یک بد اخلاق است، تا این درجه هست که حتی مردن مادر شوهرش رو میخواهد، بگذار برای آنها خانه الهیده کند و بگذار در این وقتها حتما اگر یعنی در شریعت اگر دیدید که فرزندان شما نه یعنی مادر فرزند شما تا حد به پدر و مادر شما ضرر میرساند، حتی طلاق دادن جایز است. و قصه ابراهیم خلیل رو همه میدانیم که گفته بودند که اسماعیل آستانه در خودش را عوض کند و در این باره قصه درباره فرزند عمر خطاب رضی الله عنه هم آمده است. برای همین اینجا حتما وقتی این مسئله رو میبیند و اینجا ببخشید یک مشکلی در مادرهای هم هست، مادرهایی که این همه اذیت میشوند اما لب تر نمیکنند، چیزی نمیگویند که اگر یگان چیز گفتم شاید فرزندا در کوچه ماند، شاید که عروس بالای من باز زورتر آمد، یا اینکه فرزندم از من خفه شد. اول شده اینجا خود همین مردی که وظیفش رو انجام داده نمیتواند، از احوال مادرش بیخبر است، اخلاق زنش را به خودش واگذاشته است، خودی مرد گناهگار است. سپس البته اگرچه پیرزن هستیم یا اینکه سن سالمون به جای رسید، وقتی خانه از آن شما است، وقتی شما می توانید که این ظلم را برطرف کنید، نباید صبر کنید، نباید صبر آن کنیم که یک نفر همیشه در بالای سر من مرا دعای بد کند، یا اینکه نباید صبر آن کنم که پسر من فرزندی که بارها حق مرا الله به او بیان کرده است یک برده نان چیزی به من داد، از آنجا یک طرف دیگر حساب کتاب کند. یعنی حتما باید در این مسئله خود پسر دست به کار شود، می تواند اینها را از هم جدا کند یا کلا از بین دیوار زند، چیزی کند که الهیده زندگی کنند و به زن بفهماند که چگونه که تو و فرزندان من حق داری، از آن هم بالاتر بالای من مادر من حق دار است. وگرنه عزیزان بدانید که از دعاهایی که البته اجابت می شود و سببی یا هلاکت انسان یا اینکه خیلی خیلی با برکتی می شود، این دعای پدر و مادر علل خصوص مادر است. کجا رسد به مادر مظلوم که بین انسان مظلوم و بین پروردگار هیچ پرده وجود ندارد و الله خودش قسم خورده است که لانصرنک ولو بعد حین، به تو را من نصرتت میدهم، دعایت را اجابت میکنم اگرچه بعد از کمی باشد. سوال دیگر، اپا بسیار وقت شوهر میبیند و میداند که خطا در همسرش است، اما نه به آن خاطر که زنش را دوست می‌دارد و مادرش را بد می‌بیند به زنش گپ نمی‌زند، بلکه می‌داند که زنش نصیحت پذیر نیست، گپ فایده ندارد، برای همین چیزی نمی‌گوید مگر نادرست می‌گویم. اینجا چیزی نگفتن و به حالش ماندن که عروس شما بالای مادر شما ظلم کند، این عموماً ببخشید یک بی‌غیرتی است.
یعنی اینکه گپ رو نمیگیرد گوید و به حالش مانید و یک انسان ظالم رو اگر به خودش مانید و قرصک زنید چگونه که دیده ایستادید و دیگر همه کارم درست است گویان دوام دادن میگیرد. نباید نصیحت رو نمیگیری گویان مادرتون رو به حالت آورید که دیگر مظلوم باشد و ببخشید حتی برای هر یک یعنی کوتاه‌ترین یا کوچکترین نکته که از پسرش میبیند به او کسی چیزی گوید یا نیش زند یا عموما حق مادری رو بعد از همسر شدن یک انسان گیرد. اینجا نصیحت رو نمیپذیرد. البته که در این وقت طوری باید انجام شود که به مادر حداقل ظلم نکند. نصیحت نمیپذیری خودت تغییر نمییابی، نباید به مادری من ظلم کنی و برای این ظلم نشدن اگر خانه ها رو جدا کردن و حتی اگر با هم دیگر نبینن هم باکی نیست، اما نگذارید که همین که نصیحت رو نمیگیرد گویان ظلم بالای مادر آمدن گیرد یا برعکس. بعضی از فرزندهایی هستند که مادری من هرگز تغییر نمییابند بگذار ظلمشان رو بالای همسری من کردن گیرند. اینش هم نمیشود. یعنی باید پیش راه ظلم گرفته شود و برای پیشگیریش یک چند راه ها هست که هر یک عائله به شرایط خود نگاه کرده باید این رو انجام دهند. سوال دیگر، آخر اپا جان یک گپ میزنید که گویا فقط عروس گناهگاره. تمام. آخر در خانه فقط شوهرت باشد یک علاجش میکنی، راه خرسند کردنش رو میابی. در خانه من یک کازارما آدم است. دو خواهر شوهرم با کودکایش در خانه، برادر شوهرم هم با زن و کودکایش در همین خانه. در همین حالت دلی کی را یافته میتوانی؟ از سحر تا بیگاه پای رو مانده به سرت میدوی. پیش از همه خواهر عزیز این را بدانید که من در این برنامه درباره اینکه کلین گناهگار صحبت نکردم و نباید انسان رو همین طوری گناهگار کنید. یعنی من گفتم اینجا کلین های گناهگار هم هستند، خشتومن های گناهگار هم هستند، از آنها هم بدتر شوهرهای گناهگار هم هستند. چیزی دیگر خواهر جان، از روی شریعت اگرچه عرف تاجیکستان نبردارد هم شما اینجا نه خدمتی از این برادر شوهر، نه دو خواهر شوهر، نه فرزندهای آنها، اینها یگان تاش بالای شما نیست. شما باید خدمت شوهرتان را کنید. از روی مهربانی و مستحکم کردن علاقه می توانید یا تا اندازه همش را تا اندازه خدمت خوشتومن و خسور را کنید. اما اینکه برای همه شما یعنی ببخشید قین سینگل شما یا خواهر شوهر شما فرزندش رو، خواهر شوهرتان در آنجا مسئول فرزندان خود است و برادر شوهرتان با همراهی همسرش مسئول فرزندان خود، خوردن آنها، پوشیدن آنها، تازه کردن آنها هست. در اینجا در یگانجا کسی به شما نگفته است که دل همه را یاب. انسان دل همه را البته یافته نمیتواند و گاهی می شود که حتی دل شوهرتان را یافته نمیتواند. فقط آن چیزی که شریعت به شما امر کرده است اطاعت کردن، خدمت شوهر را کردن تا درجه که به گناه نبرد یا از قدرت شما بالاتر نباشد واجب است و حتمی است. در این واجب نه و مستحب است یا گفتیم علاقه ها رو قوی میکند، احترام کردن و بعضی از خدمت های خوشتومن و خسرو کردن. اما بقیه نفرهایی که اینجا گفته ایستادید آنها همه باید خدمت خودش رو کند. سوال دیگر، خوشتومنی گنده خدا بردارد، نام خوشتومن در یگان جا گرفته شود دلم میلرزد. همین خوشتومن مرا از فرزند و شوهرم جدا کرد. دو فرزند داشتیم، پسرم رو شوهرم گرفت، دخترم رو خاطر خردسالیش به من دادن. بچه جانم در چی حال داشته باشد جگر کبابم. اپا جان دعا کنید. پیش از آن که خواهر عزیز گوید خوشتومن رو خدا گیرد، آن مردی شوهری با غیرت شما در کجا بود که در اینجا از شما جدا شد؟ چه خیلی که گفتم نباید همیشه بالای خوشتومن یا نباید همیشه بالای عروس گناه رو گیریم. اینجا مرد هم در مابین هست. در یگان جا گفتگی نیست که وقتی که اینجا عیب در مادرت هست یا اینکه عیب بین مادر و عروس 50-50 هست تو برخیزی و همسر خودت رو طلاق دهی. در اینجا ظالم میشوی بالای فرزندها، بی پدر یا زنده یتیم کردن کودک ها. اینجا عقل شوهر شما در کجا بود؟ پیش از آن که گوید این زنها نابود شوند البته گوید که مردهای بی عقلم که از روی عقل نه و از روی یک شنید، یک نصیحت، یک امر مادر دیگر بگویم مادر پرستی زن رو طلاق میدهند. الله اینها رو هم هدایت کند.
اینجا البته که گناهکار برابر خشتومندتان بودن شوهرتان، شوهر پیشترتان هم هست، ولیکن به هر حال چی گویم که این مشکلی در ما هست که ما اکثریتی وقتها به جای عقل را موندن و عدل کردن و مسئله را از اولش تا آخرش آموخته حکم کردن، خیلی زیاد از روی احساسی دیگر حکم میکنیم و آن هم یک سلاح بزرگ در دست خشتومندها هست. آن هم عقد میکنم که عقد را شنید دیگر یک مرد میتواند تا 10 همسر خود را طلاق دهد. ولیکن به هر حال این را هم نگفته نمانیم که کلین های ظالم هم کم نیستند. سوال دیگر: ای اپا، من بیزار شدم از پولرویی کردن، همه چی رو قیمت کردن، نو خانه میخوایی روی، میگوین نان شکر روغن نداریم، چه خیل از این بدبختی ها خلاص شوم، باز میگوین شکرانه کنید. پیش از همه موضوع ما در این باره اکونومیک نیست، موضوع ما دیگر چیز است، برای همین سوال رو از موضوع که دادید من جواب نمیدهم. سوال دیگر: ای برنده برنامه، کلین های حاضره شدگی تلفن آیفون باشد و کرته اشکیجیمی تمام، نه دیگ نه کاسه نه خانه پروایی ندارن. کلین های حاضره ده یک باره یک تاگی کارگر گرفتن در کار، همین خیلی نیست مگر؟ سوال کننده عزیز، البته که برابر این همه کلین ها رو گفته نمیتوانیم، متاسفانه علل خصوص در خارج، در داخل تاجیکستان که تا اندازه ما از همسایه و از خویش و تبار حیا میکنیم، شرم میکنیم، در خارج خیلی از این عروس هایی که این سوال کننده گفتن زیاد هستند. خواهرکایی که بعد از عروس شدن در دستشان آیفون یا تلفن دیگر هست و با یک لباس های مد در خانه هستند و جای خدمت شوهر را کردن یا اینکه برای آینده خود، برای بزرگ کردن فرزند، برای پیشروی خود فکر کردن، تمام روز از لباس های خریدگیشان، از اون مبل های خانه اشون عکس میگیرند و به این و به اون میفرستند که انا ما رو ببین در خارج شوهر کردم و این خریدم و اون خریدم. البته که این گونه عروس های هم هستند که الله عقلشون دهد و بگذار پدر و مادرهایی که دخترک خود را به شوهر میبرید پیش از اون که بگوید که از این لباس میخرم و از اون چیز میخرم، بگوید که حیات زن و شوهری مسئله دیگر است. یک ماه است، 2 ماه است، 1 سال است، 2 سال است، با آیفون تحمل میکند، سپس همراه آیفون از آن خانه برآمده میروی و با همین یک عائله ویران میشود. اما با برآمدن آیفون و این چنین با آمیخته شدن ما با بعضی از فرهنگ های دیگری بگونه، الکی اکثریت برابر این که یعنی ما میگوییم که 100% مثلا خدمت خشتومند و خسور فرض نیست، برآمدن نفرانی که ادعا دارن که خدمت شوهر هم فرض نیست، یعنی خدمت فقط آیفون اینجا فرض شده است. الله دیگر فقط هدایت کند و عقل بالای سرشان دهد، برای اینکه این خطر پیش از همه بالای خودشان و ضرر به خودشان برمیگردد. السلام علیکم برادر، از شما احترامانه خواهش میکنیم زن، مادر و خواهران خود را به مثل گوهرکی چشم نگه دارید، چون زن به مثل زمین پاک است، اگر هرگاه زمین افلاس شد حاصل خوبی نمیدهد. این به فکرم نصیحتی یکم برادر بود که خیلی خوب بود. سوال دیگر: اپا شما نفهمیدید یک خیل خشتومنم جواب زند رو تی اگر نه عقد میکنم گفته میششت، فقط مرا دعای بد میکرد که الهو بچم به زن دیگر بینم. من چیکاری بد کردم که باید از شوهر و بچه جانم جدا شوم؟ چیکاری بد کردید یا نکردید خواهر عزیزم؟ من که از زندگی کل شما بخبر هستم و در این باره هم گفتم که نباید وقتی پدر و مادر میگویند اگر زنت رو طلاق ندادی عقد میشه، عقد میکنم، اینجا باید زن رو طلاق داد، برای اون که در اینجا عقد حساب نمی شود. عقد زمانی هست که در حق پدر و مادر شما ظلم کردید، اما به خاطر این که فقط عروس رو به یگان خاطر مشکلی دارد و او رو طلاق ده وگرنه عقد میکنم گفت، جواب دادن یا طلاق دادن در یگان جا در اینجا حتمی چیزی آمدگی نیست، مگر اینکه اینجا مثلا در حقیقت شما که نه یگان عروس یگان ضرر به خشتومند رسانیده باشد یا اینکه یگان اخلاق بدی داشته باشد که مادر بترسد که این اخلاقش به این فرزندش ضرر میرساند. اما به هر حال تا اندازه‌ای که باید این رو قبول کنید، اینجا به جز خشتومندتان شوهر پیشترتان هم خیلی گناه دارد که به خاطر مادر شما رو طلاق داد. سوال دیگر: مردی که به خاطر زنش مادرش رو تنها پرتافته، زنش رو به روسیه کوچیده برفت، چی میگوید؟ پیش از همه اینجا مسئله سفر کردن با مادر، سفر کردن با همسر فرق بزرگ دارد.
یعنی مرد ببخشید، اکثریت مردها اگر سالهای دراز، وقتهای دراز همراهی همسرشون علل خصوص در روسیه نباشند، به یگان گناه دست میزنند، برای اینکه دیگر فطرت انسان آفرینش مرد چنین است و مرد شاید به زنا به گناه دیگر رود. برای همین در وقت توانایی حتما باید در شرایط حاضره زنهای خود را مردها با خود برند. اما اینکه مادر خود را پرتافته رفت، شاید مادر در سن سالی هست که برده نمیتواند، یا اینکه مادرها در روسیه طاقت کرده نمیتوانند، برای اینکه خانه وسیع تاجیکستان از آن خانه های خردکه که در آشیانه میشته ما در خارج ها خیلی فرق میکند و آن همسایه و چقچقی و خویش و دوار در روسیه وجود ندارند. برای همین اینجا هرگز مرد رو نمیتوانیم گویم گناهگار شد. مرد در حالت هایی که میداند که اگر همسرش رو با خود نبرد به گناه دست میزند، حتما باید همسرش رو برد. اما برابر این با تلفن صحبت کردن، خدمت مادر رو اگر خودش کرده نمیتواند، یگان نفر رو کرو کرده و مادرم خدمت رو رسان گفتن رو نباید فراموش کند. به خاطر نگاه داشتن صلح بین زن و مادر دروغ گفتن ممکن است. آره، برای در سه حالت دروغ گفتن را پیامبر صلی الله علیه و سلم یا گفتیم شریعت اجازه میدهد. یکی از اینها صلح کردن بین مردم، دو نفره که قهری هستند، دو خواهر باشند، دو برادر باشند، میتوانیم بگوییم عروس و خوشتومن باشند که قهرگی اینها به قطع رابطه ها میبرد، دروغ گفتن جایز است. با مادر میبید و میگوید همسر من پشیمون است، در حالی که او هرگز پشیمون نیست. یا به همسر رفته میگوید با مادرم صحبت کردم، راست دیگه از تو خفه کردن کمی خودشونم خفه هستند، دیگر هم دیگر رو ببخشید. یعنی با این گونه میتوانید بین آنها دروغ گویید. یا مسئله هایی که مثلا اگر راستش رو گفتید خیلی مسئله ها جدی می شود، مثل اینکه مثلا یگان هدیه خریدید به عروس و میدونید که مادر این رو شنید، دیگر خیلی جنجال می شود، میگوید هدیه رو کسی به او داده است از خویشاوندانش یا نزدیکانش، تا اینکه 100% دروغ نشود. یا اینکه بعضی از عروس ها چگونه که گفتم اگر فرزند به مادرش چیزی رو قیمت بهای رو داد، دیگر خونه رو به جنجال تبدیل میدن. در اینجا یگان فرزند دیگرش به مادرم داده است گفته میتوانید. مادرم روز استراحت اگر خواهم که اویله رو پیکنیک برم، میگوید که زنت نباید رود. بسیار وقت گفتی مادرم اجرا می شود، اما اویله هم در خانه تنها میموند. چی کنم که همین کار نشود؟ در اینجا یگانه کاری که میکنید بهترش این است که بجز آن پیکنیک یک پیکنیک دیگر همراه فرزند و همسرتان کنید. یعنی ببخشید متاسفانه همین خیلی هستن نفرانی که بعضی عروسایی که میگوین اگر مادرت اونجا رفت من نمیروم، یا خوشتومن‌هایی که دیگر میگوین اگر زنت رفت من نمیروم یا نبر. در این وقت یگانه کاری که مسئله حلی این است که اینش رو جدا آنش رو جدا پیکنیک میبرید و به همسرتان میگید که امروز تو در خانه نشین و دفعه دیگر همراه تو رو میبرم یا فردا میبرم، که این هم کاری مشکل نیست. و اینجا به فکرم عزیزان سوال ها به آخر رسید، یا اینکه نه سوال دیگری آمده استاده است. اگر سوال ها به آخر رسیده باشد بیایید یک خلاصه گیری کنیم درباره اینکه وقتی که مشکلی ها بین عروس و خوشتومن می شود که در آنجا عیب زن های هم هست، خیلی که وعده دادیم یا گفتیم در این باره یک مسئله دیگر که عروس ها چند نوع هستند و خوشتومن ها چند نوع هستند، یک مسئله دیگر با هم در یک برنامه صحبت میکنیم. اما اینجا برادران عزیز، پدرهایی که هستید و نفرانی که دیگر همسردار شدید، بدانید که نباید از مسئولیت گریزید. نباید وقتی که بالای یکی از آنها ظلم کردید دیگری را گناهگار کنید و یا اینکه گویید من هیچ کاری نکردم، اینها همیشه گوشت همدیگر را میخورند. در اینجا یک مشکلی هست. یا اینکه با همسر خود خیلی رابطه بد دارید که او دیگر مشکلی یا خود همین قصدش رو گویم همین انتقامش رو، تمام انتقام های خود رو از مادرتان میگیرد. یا اینکه به مادر خود بی‌پروا هستید و حق مادر رو انجام نمیدهید که مادر گمان میکند شما نیو همسر شما تمام این کارها رو کرده ایستاده است. برای همین آن عقلی که به شما داده است الله آن را استفاده کنید و آن حقوقی که خود شریعت بیان کرد و انسان نباید در وقت بیان کردن شریعت به این طرف و یا آن طرف برود، اون چیزی که به شما گفت از مهیا کردن شرایط برای همسر و مناسبت خوب داشتن انجام شود. و البته که حقوق مادران بالای سر فرزندها تا روزی قیامت، حتی نبیره های شما هم دعایشان و نیکی هایشان رفته رسیدن میگیرد. در این باره حتما باید بیاید فکر کنیم که نباید
مادر گویم و فرزند را و همسر را علل خصوص تمام حقوقهایش را زیر پا کنیم و همسر گویم و مادر خود را به کنار گذاریم. اینجا حق اینم هست، حق آنم هست و خوش و به حال زنهایی که این را درک میکنند که شوهر من است اما پسری آن زن هست و خوش و به حال مادرهایی که میگویند این پسری من است در عین حال شوهری همین دخترک هست، چگونه که من هم عروسی همین خاندان بودم و چی خیلی که من عروس بودم این هم عروس است، دختره که من هم عروس هست و باید من این زن را پیش از اینکه همچون یک رقیب خود ببینم یا نفری که پسرم را از من دور کرده ایستاده است ببینم، باید این را همچون همسر فرزند خود ببینم که اینها دیگر تمام عمر باید فرزند به دنیا آورند و بزرگ کنند و زندگی جدا کنند و آن عروسک هم بداند که تو آمدی دیگر مادر را نباید از زندگی فرزندش دور کنی و بچه برآورده کنی، نباید بگویی که الکی تمام تو رو بزرگ کرد، زندگی ما جدا زندگی او جدا. نه، مادر همیشه در بالای فرزندان خود، چی پسر چه دختر، فراموش نکنیم چی پسر چه دختر حقوق خود را دارد. این حقوق را الله برای مادران داده است، اون هم به خاطر اون هم تعب و مشقتی که از حاملگی شروع کرده تا بزرگ کشیدن و این حقوق ها را البته فرزندها باید انجام دهیم. این بود برنامه امروزه ما درباره وظیفه مردها، اینچنین درباره وظیفه زن در برابر خوش‌دامنش و در برابر شوهرش. انشاءالله در برنامه‌های دیگر با هم صحبت میکنیم. تشکر از آن که با ما بوده در برنامه‌ها هستید، پیگیری میکنید. در پناه الله یکتا باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه.